میخواهم این را اشاره کنم که امروز بار دیگر دشمنان اسلام میخواهند بین مسلمان ها، خصوصا ملت رنج دیده افغانستان، میخواهند بار دیگر همان تجربه تلخی که ما در گذشته تجربه کردیم، بار دیگر جنگ های داخلی به نام این و آن در بین این ملت مظلوم برا بیندازند. اینجا هوشیاری من و تو را میطلبه تا متوجه باشیم. عزیزان و بزرگواران، امروز روز عیده، امروز روز انسجام و اتحاد و اتفاق. همه من و شما باید از گذشته خود درس بگیریم که احزاب مختلف، گروه هایی که منسوب به اسلام بودند و هستند، به جان همدیگر افتادن. سرنوشت چی شد؟ تکه تکه شدن افغانستان و ایران شدن این سرزمین. امروز بعد از رانده شدن نیروهای اشغالگر، بعد از بیرون شدن این نیروهای کثیف آمریکایی، نشه من و تو به جان همدیگر بیفتیم. عزیزان و بزرگواران، تجربه تلخ داریم از گذشته که احزاب مختلف به خاطر رسیدن به قوت و قدرت و چوکی، به منصب و پست و مقام، ملت افغانستان را به تباهی کشاندن. دوباره تکرار نشه و تمام گروه های جهادی و به تمام کسانی که منسوب به اسلام و مسلمین هستند این را میگویم: های کسانی که شما مؤمن هستید، متوجه باشید که دشمن ما را به جان همدیگر نیندازه. امروز باید زیرکی و هوشیاری مسلمان به نمایش گذاشته بشه. نبی مکرم اسلام میفرمایند المؤمن کیس، مؤمن باید زیرک باشه و هوشیار باشه. زیرکی من و تو اینه که دیگه وقت این نمانده که به قوم و به نژاد و به منطقه و به سمت فکر بکنیم. امروز وقت اینه که فقط هو سماکم المسلمین، همه ما مسلمانیم، مشت واحد بشیم بر دهن استکبار و بر دهن اونهایی که این ملت رو به خاک و خون میکشن، بر دهن اونها بکوبیم. عزیزان و بزرگواران، اگر در این سرزمین پشتون، تاجیک، ازبک، هزاره، هر قومی که هست، عزیزان، عرب و عجم در این سرزمین امروز نیاز شدید و مبرمیه به وحدت امت اسلامی. امروز عزیزان من، بحث من اینه که یگانه چیزی که ما در این سرزمین ما را شکست داده، کمر تک تک ما را شکسته، مسئله نفاق، شقاق، بدبختی، اختلاف. چیزی که مسلمان ها را قوی میکنه وحدت و اتحاد و اتفاق و انسجام و همبستگی، به اینه که در بین من و شما اختلاف ایجاد نکنه.